الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین تے بدے کاروبار کے بدے ریسٹوران کے الہ العالمین برکت کے دی. الہ العالمین دے ریسٹوران میں فامیل تا اولادون تے الہ العالمین حلال رزق پر نصیب کی. الہ العالمین تے دا دے رزق وسیلہ ورته وګرځي. الہ العالمین ته بدی باندې خپل برکت کی. الہ العالمین ته بدی باندې ورحمېږي. الہ العالمین دے ختم شریف برکت باندې دوی ہر قسم مصیبت آفاتون وساتي. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین دا څومره ورونه چې دلته راغلي دې ختم ته الہ العالمین د دوی دغه یو قدم په تله د میزان کې حساب کې الہ العالمین دې ورونه تاجونه په نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا رحمت. ما شما به خاطر جمع شدید که اینجا که افغان برادر ما شما رستوران افتتاح میکنه. در این تنها امید برادر ما شما شامل نیست. در این رستوران همه افغانای ما شما شامل هستیم. در عزت ازی در نام ازی خوش میشیم که یک افغان ما به پای خود استاد میشه. یک افغان ما شما با رزق حلال طریقش پیدا میکنه. خدا کنه که امی تمام افغانای که اینجاست صاحب روزی حلال و کار صاحب خود شود. ما خوش میشیم. تبریک برش میگیم. خدا کنه به هر نمی که این رستوران افتتاح کنه اون مقصد شایعش حاصل شود و هر افغانی ما شما که با پای خود ایستاد میشه در عزت تیزی در حرمت تیزی ما شما شامل هستیم. نه بلکه ما شما هم برادرها و همشهرای ما شما که در افغانستان هست هم شامل است. چرا که یکی روی ازی برادر ما شما که در افغانستان میره در ساختمان افغانستان در ساختار افغانستان با ایتی غریب افغانستان یکی روی ما شما با کمکشان میرسه. از این خاطر ما شما خوش میشیم. با نمایندگی شما برش تبریکی میگیم. خدا کنه که همین رستوران ازی و کاروبار ازی اما تو دل ازی خسته باشه بچلا و یک طریقی روزی حلال برشن میکنه شد. مبارک دی.
شهر است که افغانای ما سرمایه گذاری میکنن و یک رستوران فوق العاده زیبا. سلامت باشید. جای خوب. تشکر. موب جان بسیار زیاد مبارک باشه. رستوران طلوع آرام باشه. یک رستوران نو شده در سنت جانز پلین هستیم. در پارک کردی به گفته افغانا دیگه ایجا همه رقم نان داریم، دیگه نفرای پروفشنال داریم، پیتزا داریم، پیتزای نفسی هست. در دومینوز منیجر بوده، بهترین پیتزا باز است. پیتزایش میبینه آقا کباب باز است، آقا امین از قمای ازبک هستن، بهترین قابلیت پخته میکنه. خودمون که میفهمین که پروفشنال تجربه زیاد داری، در رستوران داری. بله آشپز ما خیلی آشپز ماهر است. دیگه هر کدوم نفرا مسلکی است. همیشه زدران جان سلام علیکم. بسیار زیاد مبارک باشه از رستوران زیبایی که ایجاد کردی. انشالله خیر و برکت دهش باشه. و اگر بخوای چند کلمه گفتنی داشته باشی چی میخوایی بگویی؟ تشکر بیادر، زنده باشیم. ما میخوایم که از این طریق خدمت کرده باشیم به هموطنان عزیزم و اینجا بهترین غذا، بهترین امکانات برایشان فراهم میکنیم. بله سلامت باشید. دیگه امید داریم که نمی بهترین میمان‌داری کنیم. بله و چی تعداد محبوب جان و زدران جان چی تعداد میمانا اینجا میتونه جای شوه؟ تعداد 60 نفر چوکی جای افیشال داریم. بله. ایزا کنه کدام مجلس، کدام پارتی یا هر میمانی چیز شد، سالگرد شوه، محفلای تا خود 80 90 نفر جای است. جای است. ولی 60 نفر افیشال ما سفید چوکی داریم. برشد. بسیار خوب. هر رقم جشن چیز سالگرد باشه. بله. ما در خدمت هستیم با همین امکانات غذایی بسیار خوب. و زدران جان انشالله که موفق باشین، انشالله و خیلی رستورانتون بیشتر و بیشتر بدرخشه و همیشه نمتون در خدمت افغانا باشین.